گایز واتساپ به چنل دنجر سایرن خوش اومدین. امروز اومدیم یک تریلر جی تی که توسط ایرانی عزیز ما ادیت شده که خیلی تو انگار کامنت ها و کسایی که برام فرستادن گفتن خیلی سم خودم نگاه نکردم واقعا تریلر رو. بریم با هم ببینیم چجوری درست کردم. من قبلا انگار یکی دیده بودم تو اینستاگرام و یوتیوب، خیلی سم بود. ببینیم این بهتره یا انگار بدتر از قبلیاست، چجوری ادیتش کردن. وقتتون رو نمیگیرم، بریم برای ادامه ویدیو. لایک، کامنت، ساب یادتون نره، زنگوله هم بزنید سابتون نپره چون معمولا سابا میپره ایزان. و بریم برای ادامه ویدیو. خانم لوبیا لوسیا رو نکنین کاراش. خانم لوبیا این تو ادیتا قبلی تشون نه قرار بود وای دهنه تو زریسا اینو چی درست میکنن اینا؟ جون اومدن ترکیه. به محمد دهنت سرویس محمد. استخر دوچنار کوچو شده برو. وای کوچو تو زانتیا وای. خواهان کونتم. چی؟ خواهان چیزت هم انگار باسن مبارک چیز تو زانتیاواس خانه آبادان که بودیم خدا بودیم. آیسان چی میگه؟ خوشتیب مشتیک ها هستن ما رو میدن عقب. میگم که جوجه که گیر نمیاد بگو پسر قدیر کونه و باد اینجا تو رو نگیرن. یه آدم زنده اینجا نیست. وای دهنه تو سرویس کنید. اینجا چجوری زندگی؟ جی یوسف چی میگه؟ اینجا چجوری زندگی میکنی؟ اینجا چجوری زندگی میکنی؟ محسن چی میگه آجی؟ واسه آسیبی وای آجی اون ویدیو خیلی سرمه به من میگن آسیبی آیران چی آجی خیلی سرمه. یک دقیقه آجیرم تو کسر داره کیرم تو کسر بهتاش چی میگه اینجا آجی؟ پشما کمانیست ساواکی جوکره رو چی کارش داریم؟ من آماده‌ام برای دفاع از تو هر لحظه و هر ثانیه. آجی واسه خیلی واقعا طرف خلاق بوده. مثلا تریلر قبلی که دیده بودم ساخته بودن این شکلی نبود. مثلا طرف اومده بود از این صحنه که الان پخش شد استفاده کرده بود، همون شکلی نبود. مثلا از اول پخش کنیم چی میگه؟ من آماده‌ام برای دفاع از تو هر لحظه و فقط هر یاری کلام میاد. ثانیه. خیلی خلاق بودی تو، ممنونم. اینجا هم بخش آخرش که زده کامینگ 2069، یعنی ایرانیشو زده کامینگ 2069. واقعا ممنونم هر کی اینو ادیت زده، اینو چون فرستادم برای بنده. واقعا ویدیو خوبی بود، از تریلر اصلیش بهتر بود واقعا. او مای گاد واو. اصلا کلا از تریلر که قبلا دیده بودم از اونا مثلا به این خوبی که الان تو این ویدیو دیدیم، تو این تریلر دیدیم که توسط ما ایرانی‌ها که هنر نزد ماست دیگه، ما ایرانی‌ها واقعا خوب بود. چنل بنده رو ساب داشته باشین، ویدیو دیگر از دست ندین. اگر این ویدیو اگه این ویدیو کلا لاش بخوره، خب به حد نصابی که من میخوام برسه بالای 50-60 سال لایک بخوره، بنده میرم چی کار میکنم؟ خودم با یه تریلر اصلی جی تی ای وی آی که دادن یه ادیت خودم میذارم تو چنل، برم چجوری چه کاره میتونم بکنم، چطور کارم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، بابا.